برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا همین تکبر، همین آدمی که تکبره، آدمی که بسیار گوییم هوا بلنده، در کدام ساحه باشد، الله او را دشمنشه، پیامبر دشمنشه، اصحاب پیامبر دشمنشه، 4 مذهب دشمنشه، جمع ملائکه ها با او نفرت دارن. آدم تکبر تمام انسان روی زمین بد میبینه. برای چی؟ برای که الله که بدش میبینه، پس همو بد دیدن در قلب دیگران هم جا کرده است که تکبر بد ببینین. آدم ناپسند بد ببینین. برای همین است که آدم تکبر ببینین در کدام ساحه، خواه ساحه دینه، خواه ساحه غیر دینه، بین خواه عالمه خواه غیر عالمه، کسی باشد همین تکبر باشد، مردم بدش میبینن. باز میگم الله، رسول او، ملائکه ها، اصحاب، 4 یار، تمام بنده های خدا به این خیل انسان نفرت دارن. به خاطر آنه که بین کیبر کرد که من مقصد نمیخرم به دستی راستم، به همین دستی چپو میخرم، سزاوار دعای بدی پیغمبر شد. تا مردنش میگه دیگر دستی راست شد، راستی دهنش آورده نمیتونست. البته او سزاوار همو هست. آدم تکبر سزاوار همه بدبختی ها هست. خدا رحمت کنه حضرت مولوی جلال الدین رومی را میگفت کیبر سخت است، از فقیری سخت‌تر، روزی سرد و خانه سرد و جامه تر. میگه بعضی آدم ها میگن همی فقر ناداری بسیار سخته. حضرت رومی میگه نه، کیبر سخته. حالی تو بد نیست، حالی تکبر بده. میگه میدونی میگه حالش چگله؟ روزی سرد و جامه سرد و خانه سرد. میگه تصور کنین، میگه یک آدم لباسش تره، یعنی جامش تره، خانش هم سرده، خنکه، بیرون هم خنکه. همین نفر در همین خیل حالت چه خیل تصور میکنن، چقدر حالی بد دارد. جلال الدین میگه حالی همین آدم بهتر است از حالی آدم تکبر ده. ای تکبر بدتره. میگه حالی تکبر بدتره، حالی آدم نی. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی، از راه باول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو همان جیفه ای، این حسن و جمال تو از اوست، باش خاکی در او، میلی به بالا چی کنی؟ ای الله رحمت کنه به تمام آدمای تکبر. حضرت مولوی مراجعت کسته، گوش کنید. هر کسی همین خصلت رذیله را داره، از کدام جهتی که تو این خصلت گرفته و خطا کسی که بشماری، این بزرگا به تو مراجعت دارن که اصل تا یک بار نگاه که که اصلی تا چیه؟ اصلت از قطره منی، تا از یک منی، تا از یک آب پلیدی. لایق تو نیست منی، مادامی که از منی منمنی نکمیگه، زیرا منمنی ها پیشه شیطان بود. صاحب 4 کتاب میگفت هر کی خود را پس زند مرد آن بود. اصلت که ای منی، ای منمنی نکو. از راه باول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو میدانی میگه پیدایشی تو ای راهی همون باول میبراید که تو از همون راه آمدگی. تو از یگان راهی دهن تولد نشیده، تو از راهی چشم بیرون نشیده، تو ای راهی گوش بیرون نشیده، تو از یک راهی که پیشاب میبره، تو از همون راه بیرون برامای.
با کدام احوالات تو تکبری میکنی؟ با کدام احوالات تو اینقدر خود ستایی و خودت اینقدر بلند میگیری؟ با کدام احوالات؟ رفتم به سر قبر شاهنشاه یمن، او دست برآورد و به من داد کفن. گفتا که از این سخاوتم عیب نکن، از مال جهان همین رسید است به من. شاهنشاه یمن مادامی که بجز کفن چیزی نبرد، بجز پشیمانی و حسرت به خانه گور دیگر چیزی نبرد. یعنی همون نفرهایی که به مال و به اسباب و به انجام وقتی هوا بلندی میکنی، ناپسندی میکنی، بنده های خدا را مقصد بسیار به چشم حقیر نگاه میکنی، بدان که شاهنشاه یمن اونها به حسرت مردن، تو هم از عقیب همونایی. وقتی حضرت موسی برادران عزیز پرسیدنش، گفتن که هل تعلم احدا اعلم منک؟ ای موسی، آیا از تو در یگان آدم دانا، یگان آدم دانشمند، یگان آدم مقصد با علم، آیا ای تو در دیگر نفری هست؟ حضرت موسی گفت که قال لا، گفت ای مد آدم دانا و از مد آدم با علم، گفت دیگر نیست. میگه فاوحی الی موسی بلا عبدنا خضر. بین میگه الله مهربان از سخن حضرت موسی خوش نیامد که یعنی خودش داناترین آدما گرفت، خودش دانشمندترین همون زمان گرفت، گفت از من در دیگه آدمی دانا و با علم نیست. میگه الله مهربان در وحی کرد، گفت هست، گفت از تو در بنده دارم نامش خضر. و حضرت موسی را امر کرد که میره گو با پیشی او را، ولی من درباره خضر برای شما صحبت میکنم که علم را از خضر حضرت موسی دید، در تعجب آمد، حیرت دمان، اخیر نشید، گو پروردگارا حقیقتا تو دانایی، حقیقتا من بسیار گویا سخن بلنده گفتم که از من در داناتر نبوده است، لیکن از من در داناتر بوده است بنده ای. بین برای سرزنش یا برای عتاب یا برای داناندن موسی که نگو که از من در داناتر نیست. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. یعنی هر یک آدم خودش ایتری بهتر و بالاتر و از من در عالمتر و از من در زورتر و از من در بافهمتر و از من در پولدارتر و یعنی این گپا را نزنین، زیرا اینها الله را خوش نمیاد. در سخن موسی خوشش نیامد، در سخن تو خوشش میاد که موسی پیغمبرش بود، موسی نمایندش بود. خدا رحمت کند. شاعران را میگفتن کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگریزه قدر دارد یا عقیق. هیچ کس نمیداند برادرای عزیز. خدا رحمت کند. جناب محمد صاحب ایرانی را میگو ثنای خود به خود گفتن، نمیزیبد تو را صاحب، چو زن پیستان خود مالد، حظوظ نفس که یابد. الله رحمت کنه. ای سخن بی، این مثال بی، ثنای خود به خود گفتن نمیزیبد تو را صاحب. ای صاحب خود چه میگه؟ اینقدر خود ثنایی نکو، اینقدر خود تعریفی نکو، اینقدر بلند هوایی نکو، اینقدر خود از دیگرها بهتر و برتر ندان، زیرا این میگه ارزنده تو نیست. بعد خودش مثال میزند، چو زن پیستان خود مالد، حظوظ نفس که یابد.
همین زنان میگه خودش به دست خودش پیستاناش اگر مالش دادن بگیره آیا میگه همو راحتی نفس میآوه؟ میگه نه، تا دیگر نفر او پیستان نماله او زنک راحتی نفسش نمیبینه. یعنی بگذار تر دیگرها بگن احسن به فلانی که ببین در فلان مقام و مرتبه و منزلت های، لیکن چقدر آدمی عادی های، چقدر آدمی خاکسار های. بگذار میگه دیگرها تر تعریف کنه و هیچگاه مقصد بلند هوایی و تکبری را میگه در خودت راه نته. حدیث پیامبر را ببین، برای یک سخنی که نمیتونم گفت مقصد تکبر بود، حضرت دعای بعدش کرد گفت هرگز نتانی و نتانست تا مردنش دیگه دستش به دهنش نرفت و لایق سزاوار است که همین تکبرها باید همین خیلی جزا و همتری حالت در مبتلا شوند. به دولت مناز و به مهنت ملال. شیخ سعدی میگفت به دولت مناز و به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین است رسمی سرای درشت، گه پشتی زین و گه زین به پوشت. این در رفت صحبت من بود. من اراده نداشتم که درباره آدمای تکبر صحبت کنم. فقط از آدم تکبر خوشم نمی آید. چگونه ای که الله را نفرت شای، پیامبر را نفرت شای. ولی بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. من مقصدم همینه که تلخ هم گفته باشم به خاطر شیرینی گفتم، به خاطر اصلاح شدن گفتم، به خاطر که تو را از همین خصلت بسیار زشت رذیله میخواهم که جدا کنم، تا تو مقصد وقتی از این رفیق بد، از این شریک بد، از این همراه بد وقتی خلاص میشه، بعد درک میکنی که حقیقتا من از رمکبر آمدگی بدهیم. برادر عزیز، اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو که او هرچند بالا می رود سر بر زمین دارد. از مجنون بید یاد بگیرین. میگه مجنون بید ابی نودش اگر راست که ای چنار دا بلند میشه، یکی کم ترک می رود در از سرکش پایان میگیره. لیکن همه مجنون بید دوست می داره، در زیرکش می روند با میشینن استراحت میکنن. بگذار برادرها ما و شما هم عبرت از همین درخت مجنون بید بگیریم. خدا حفظتان کنه برادرها. سوال دیگر، استاد عزیز، مادر عایشه مادرشون کی بود؟ آیا با اسماء از یک مادر نیستن؟ نه، مادر عایشه ای رومان بود برادرو. انا بنت عامر مادر عایشه. یعنی شما میدونین عایشه هم دختر پیغمبر مونه، اسماء هم دختر پیغمبر مونه، ولی مادراشون جدا های. مادر عایشه مادر عایشه ایمان آورد، اسلام آورد، که مادر اسماء ایمان نیاورد، اسلام نیاورد. و همین خاطر حضرت ابوبکر او را طلاق داد. لیکن مادر عایشه این رومان بود، یعنی بنت عامر، که نامش انا زینب بنت عبید، زینب بنت عبید، این مادر حضرت عایشه. انا مادر اسماء برادرای عزیز این قتیله نام داشت، بنت عبدالعزا. ببین به نام همو بود عبدالعزا، یعنی قتیله میگن یا قیله میگن. اینجا دو روایت های، مادر اسماء را یا قیله یا قتیله. این انا گوییم که
اسماء این زنی حضرت زبیر بود ابن عوام. همو عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء. برای همین مادراشون جداه برادر عزیز. خب یعنی گفتیم که مادر حضرت عایشه یعنی رومان دختر عامر بود. نامش زینب دختر عبید، یعنی زینب بنت عبید. اینش قتیله بنت عبدالعزا مادر اسماء، یا قیله یا قتیله. خب گفته است استاد بعد توی دست پوشه یا سری سرفه میبرند عروس را. آیا این در اسلام هست؟ اکو اینا عرفن، اینا عادتن. عروس ها را وقتی که میارن بعد در پیشون طبق آرد میمانند، یعنی مثال همو گویم روغن میارن، میخیلد، خمیر میکند، مقصد هم خیلی کارها هست. اینا اکو همش عرفن که مقصد همو عروس ها بگیم مطابق به همو خانه میکنن. اکو مردم یعنی یک همچو یک پیشواز همو عروس های، یک احترامی بر همو عروس های. برای همین اینا را از عرفامون هست، یا مقصد از نگاه دین این چیزا مثال یکان اهمیتی ندارن. برادرای عزیز و گرامی، از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند همتون نگهبان باشد. در همینجا در حالت همون حدیثای در باب طعام میخوندم. یک چیز دیگر را خواستم که وقتی برای گفتم انا خانه در آمدن شما بسم الله الرحمن الرحیم گفتین و همچنان مقصد گفتیم که در وارد شدن داخل خانه بسم الله الرحمن الرحیم میگفتین و در حالت طعام خوردن بسم الله الرحمن الرحیم باید بگین. انا بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگین. انا وقتی از خانه بیرون شدین همیران در یادتون بگیریم، بسیار مهمه. این هم حدیث پیامبر نازنین مونه، میگد که اذا خرج من بیتی، هرگاهی که از خانه بیرون شدین چی میگین؟ بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله یقال له او فیقول له کوفیت و وقیت و هودیت و تنح عنه شیطان. برادر عزیز، یعنی وقتی که ما میگیم بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وقتی در بیرون شدن از خانه همین کلمه را که گفتیم، میگه شیطان با فرزنداش میگفته است. چی میگفته است؟ میگفته است که کوفیت و وقیت و هودیت. مقصد ما دیگر میتونیم که تا برگشته آمدن خانه دیگر به این بنده اینها نزدیک شده نمیتونه. دیگر چی میگین؟ میگه در حق راست آدمی که این دیگر الکی در راهی راست، در راهی درست الکی مقصد قدم گذاشت و خودش را از شر ما محافظت کرد و حوالش با خدا گذاشت. مادام این کار که انجام داد، ما مقصد دیگر نمیتونیم که این آدم مقصد تا بگاه یگان وسواسش کنیم، از عبادت منش کنیم، زبانش پر حقارت کنیم یا یگان کار بد دلالتش کنیم، دیگر ما نمیتونیم. برای همین از خانه بیرون شدین همین کلمه را بگین، انشالله این هم به فایده جانتونه. خدای مهربان بازم دعا میکنم که خدا تنی صحت، ایمان کامل، سعادت دنیا و آخرت ما و شما را نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.